سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی در مورد زیبایی حرف میزنیم ذهن ما به سمت گل میره، نور، لبخند یا لحظه های آرام و لطیف. اما آیا زیبایی فقط در لذت و آسایشه؟ ممکنی در دل رنج، در عمق اندوه و حتی در لحظه مرگ زیبایی عمیق وجود داشته باشه. امشب میخوایم به کربلا نگاه کنیم، اما نه فقط با دل بلکه با چشم زیبایی شناسی. ببینیم چطور ممکنه در دل یک تراژدی خونین شکوهی زیبا ایجاد بشه. در واقع در فلسفه هنر از یونان باستان تا به امروز اینجوری گفته میشه که تراژدی زیباست. چرا؟ چون در تراژدی اراده انسان در برابر سرنوشت، ظلم یا مرگ خودشون نشون میده، می ایسته. قهرمان در واقع در تراژدی کسی است که شاید شکست بخوره اما شکوه داره، اون تسلیم نمیشه. آشورا یک تراژدی است، اما نه از اون نوعی که در تئاتر میبینیم. اینجا اشک هست، خون هست، جدایی و آتش هست، اما در همون لحظه حضور و آگاهی و شکوه تصمیم هم هست. امام حسین با چشم باز به سمت مرگ رفت. لحظه به لحظه عاشورا پر از تصمیم‌های آگاهانه، متعالی و انسانی است. اینجا زیبایی نه در ظاهر صحنه تئاتر بلکه در عمق حقیقت انسانی است. زیبایی تراژدی عاشورا در اینجا در امام و یارانش در برابر زشت‌ترین واقعیت‌های ممکنه. خیانت، ریا، خشونت، تشنگی، ظلم، در برابر اینها نورانی ترین رفتار رو ممکن نشان داده میشه. صداقت، وفا، ایثار، صبر، کرامت، خود این تضاد منشأ زیبایی است. مثل شعله‌ای که در تاریکی می‌درخشد، مثل نیی که در سکوت می‌نالد و معنا می‌زاید. عاشورا را نه فقط باید گریه کرد بلکه باید تماشا کرد، نه با چشم بلکه با دل و جان. باید دید انسان چگونه در اوج رنج زیباترین خود رو به نمایش می‌گذارد. این یعنی زیبایی. به نظر میرسه شاید یکی از درخشانده ترین جلوه های زیبایی در عاشورا وفاداری یاران امام باشه. در دل خیانت ها، دروغ ها، زر و زور یزیدی ها امام تنها نموند، بلکه با گروهی همراه شد که هر یک قصیده ای از وفاداری می سراید. زهیر عثمانی بود. تا لحظه آخر از آمدن امام حسین علیه السلام خودداری میکرد. یک نگاه، یک جمله از امام قلبش رو دگرگون کرد. وقتی به خیمه‌اش برگشت به همسرش گفت من راه خودم رو پیدا کردم، از تو راضیم، باید برم پیش امام حسین. اون نه فقط اومد پیش آقا، خط مقدم ایستاد. قبل از شهادتش اینطور گفت اگر 1000 بار کشته شوم، سوزانده شوم، باز نمیگردم مگر برای یاری تو یا ابا عبدالله. زیباییش کجاست؟ در این انتخاب آزادانه، در این عبور از عافیت، در ایستادن با تمام هستیش در کنار حقیقت. پیرمرد 70 ساله، یار دیرین امام علی علیه السلام، حبیب ابن مظاهر، وقتی فهمید، شنید که امام حسین اومدن نزدیک کوفه، همه چیز رو دست کشید. نامه امام رو گرفت و بوسید و گفت این دعوت خداست. او فرمانده بود، شاعر بود، ولی بالاتر از همه یار بود، یار وفادار بود. وقتی به میدان رفت جوانها رو شرمنده کرد. در میان میدان فریاد زد اگرچه پیری به تنم نشسته اما جانم برای حسین جوان است. زیبایی کجاست؟ در این شور بی پایان،
در پیرمردی که همچون جوانی می جنگد، نه از قدرت بلکه از باب محبت و معرفت. او نخستین کسی بود که با حسین بیعت کرد. مسلم بن اوسجه وقتی مجروح رو زمین افتاد، سید الشهدا به بالینش اومدن، فرمودن رحمک الله یا مسلم. در همون حال حبیب نزدیک شد، اومد کنار آقا، خواست باش حرف بزنه. رفیق بودن، دوست بودن، یار بودن. مسلم با آخرین رمق گفت اوصیک بهذا فقاتل دونه حتی تقتل. وصیت میکنم تو رو به حسین، جدا نشو ازش تا جان در بدن داری. زیباییش کجاست؟ در نفسهای آخر که هنوز با تمام وجود حسین رو میخواهد، نه برای نجات خودش بلکه برای حفظ حقیقتی بالاتر از جان. عاشورا یک نمایش از زیبایی اخلاق انسان و روح است، اما بیش از همه تجلی زیبایی وفاداری در دل زشتی هاست. وفاداری در زمانی که همه پشت کردن، وفاداری نه برای نفع بلکه برای معنا، وفاداری با لب تشنه، با پای زخمی، با بدنهای پاره پاره. این زیبایی ماندگار شد چون از قلبی پاک و ایمانی ناب برخاست. عباس 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 فراتر از یک قهرمان نظامی است. او تجسم زیبایی وفاداری است. آنگاه که زمین لب تشنه است و آسمان گویی در سکوت می‌گرید، تصور کنید رو در رو شدن با آب، شنیدن صدای کودکان، نیاشامیدن از آب در حالی که آتش جانش رو می‌سوزاند. در این لحظه عباس از یک جنگاور به یک اثر هنری زنده تبدیل می شود. این همان زیبایی است. انتخاب اراده اخلاقی در برابر وسوسه جسمانی. وقتی دستاشو قطع کردم لبخند زد، چون هنوز مشک رو دوشش بود، هنوز امیدی برای بازگشت به خیمه ها بود. اما وقتی که مشک پاره شد، آسمان سیاه شد، او شکست خورد، اما با اون شکست قله‌ای از زیبایی و وفا ساخت که هیچ پیروزی نظامی نمیتواند آن را به دست بیاورد. علی اکبر گل عاشورا بود. چقدر زیبا گفت اون شاعر: یم فاطمی در سرمدی، گل احمدی مه هاشمی ز سراغدات محمدی. به سما قمر، به نبی سفر، به فاطمه در، به حسن جگر، به علی گوهر. چه نجابتی چه اصالتی، به ملک مطاع، به خدا مطیع، به مرض شفا، به جزا شفی. چه مقام بندگی اشمنی، چه عبادتی چه اطاعتی. خم زلف او چه شکن شکن، به مثال نقره خامتن. سپری به کتف و کفن بتن، به چه قیامتی و چه قامتی. ز جلو نظر سوی قبلگه، ز قفا نظر سوی خیمگه. که نموده شد به قدش نگه، به چه حسرتی و چه حالتی. زیبایی جسمی و روحیش همه رو یاد پیامبر مینداخت. اما اون چیزی که علی اکبر رو جاودانه کرد نه چهرهش، بلکه انتخاب آگاهانه اش برای مرد. امام فرمود: اللهم اشهد علی هؤلاء خرج الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا و منطقا برسولک. گویی پیامبر در چهره علی اکبر دوباره زنده شده است. خودش رو در راه دین فدا کرد. بدن مبارکش پاره پاره و
افتاد بدن یک جوان که 10 زخم در آن بود، اما در دل این خون چهره‌ای از ایمان و عشق موج میزند. این صحنه ترکیبی است از زیباترین غم و پرشکوه ترین وفاداری. اما اگر بپرسند زیباترین صحنه عاشورا کجاست، ممکنه یه نفر بگه وفای عباس، جوانی علی اکبر، در اشک طفلان ابی عبدالله. اما من به شما میگم در ایستادنی زنی در میان ویرانی، در میان پیکرهای تکه تکه در شعله ها و اسارت، و در همان حال چهرهش نمی شکند، صدایش نمی لرزد، ایمانش کوه را شرمنده می کند. زینب ستون خیمه عاشوراست. زینب نه فقط خواهر حسین بود، بلکه امتداد امامت در لباس صدر و رسالت بود. وقتی همه شهید شدن او تنها موند، اما تنها نشکست، ایستاد، به قامت ایستاد، مثل درختی که ریشه در آسمان دارد. در مجلس ابن زیاد وقتی با وقاحت به او گفت کیف رأیت صنع الله باخیک، فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. زیبایی کجاست؟ اینجا سؤال زیبایی شناسی با تمام قدرت مطرح می شود. چگونه ممکن است انسانی چنین صحنه ای را زیبا ببیند؟ کربلا را، پیکرهای بیجان را، گرسنگی اطفال را، زخمهای باز را این چطور زیبا می بیند؟ اینجاست که می فهمیم زینب در سطحی ورای ادراک عادی به جهان می نگرد. او زیبایی را در رضای به حق می بیرد، در فدا شدن برای حقیقت می نگرد، در شکستن جسم برای زنده ماندن معنا می یابد. زینب شاعر خاموش زیبایی در تراژدی است. او می گرید اما با وقار، سخن می گوید اما چون خطیبی خداگونه، نگاه می کند اما چشمانش به آسمان نه به شمشیرها. زینب ترجمان همان نی است که میگوید در سکوت میسوزد اما نغمه اش هستی را پر میکند. عاشورا را با حسین باید شناخت، با عباس باید گریست، با علی اکبر باید تماشا کرد، اما با زینب باید فهمید. عاشورا را با زینب باید فهمید. زیبایی در دل تراژدی، در نگاهی است که همه چیز را سوخته می‌بیند اما هنوز از آن نور بیرون می‌کشد. و این نگاه زینب.